у себя на страничке. аз сари эҳсос аз алфози қабеҳ истифода кардам. аз ин рӯ аз ҳамаи ҳайати доварон самимона узр мехоҳам, агар ман ба иззати нафси онҳо расида бошам. Всем членам жюри, если я задела их чувства. این به اصطلاح توبه‌نامه یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی است. پلیس شهر دوشنبه روز 2 ایول او را به استفاده سخن‌های ناجا متهم و در صحیفه رسمی خود نشر کرد. معلوم نیست نوار تحت چه شرایط ضبط شده است، اما وقت‌های اخیر این گونه توبه‌نامه‌ها زود پیدا می‌شوند. ماموران میلیسا در تاجیکستان بعضی از جوانان و دختران را برای گویا صحبت‌های غیر اخلاقی، رفتار نامناسب و نیم عریانی در فضای مجازی بازداشت می‌کنند و جزا می‌دهند. سردار ریاست پلیس دوشنبه شاهرخ سیدزاده در نشست مطبوعاتی 21 ایول در وزارت کارهای داخلی تعداد بازداشت شده ها را در نیم سال گذشته گفت. تمام 6 ماه سال جاری 23 نفر دستگیر شده است. 15 روزی حبس معمول شدگی 14 نفر دیگر جریمه شده از 500 سوم تا 700 سوم. بعضی از دختران و پسرانی که بازداشت و جریمه شدند با دلیل هراس از مقامات از صحبت در نزد دوربین خودداری کردند. چند آنها در صحبت بدون میکروفون گفتند پلیس بیشتری وقت در پی شکایت کاربران دیگر که آنها را به عریان پوشی، پس زدن شأن و شرف ملت تاجیک در میان مردم دیگر و رعایت نکردن فرهنگ ملی متهم میکنند، بازداشت میکنند. جانبداران این اقدام را برای حفظی به گفتهشان ارزش‌های جامعه ضرور میدانند. هستند بسیار بلوگرهایی که برآمده در همین شبکه‌های اجتماعی کارهای بدی را انجام میدادند. دوشنبه پلیس کارمندان مقامات برده و یا را همو 15 شبانه روز یا که 10 شبانه روز که محبس میکنن و یا را با کارهای آبادانی و باقی رفت و همه چیزا دعوت میکنن، همونا را یک خیلش اصلاح شده است، یک خیلش دوباره سه باری در همونجا غلطی است. شماری از فعالان چنین شیوه کاری مقامات را به پلیس اخلاق همسان می‌دانند که شهروندان را برای کردارهای اخلاقی جزا می‌دهند. رنجیت یتیموف، حقوق شناس رسانه‌ها، میگوید چون قانونگذاری در تاجیکستان کردار اخلاقی را در فضای مجازی تنظیم نمی‌کند، آنها را بیشتر با میده اوباشی در جای جمعیتی گناهکار می‌کنند. مفهوم جای جمعیتی در همین کودکس در دیگر ماده آمده شده است که این کوچه خیابان مثال تئاتر دیگر جای جمعیتی، نه شبکه اجتماعی. و باز ما میتونیم اینا بهاتیم همچون پهن کردن اطلاعات در جای عمومی، استفاده از شبکه اجتماعی این علاقه عمومی حساب میخورد، لیکن در خود میده باشی همین مثال کلمه استفاده برده نشده است، عمومی گفته. این حقوق شناس میگوید یکی از مسئولیت‌های مقامات پلیس تامین رعایت ترتیبات جمعیتی است، اما جزا دادن برای کردار در قانون مشخص نشده است. تا چند وقت پیش مقامات میلیسا در تاجیکستان بیشتر با عملیات علیه روحانیان و فالبین‌ها و مشتریان آنها در سرخط خبرها قرار داشتند. به نظر میرسد حالا نظارت بر رفتار کاربران در شبکه‌های اجتماعی به یک بخش کار دیگری آنها تبدیل یافته است. در حالی که به قول یک همصحبت ما در دوشنبه که نخواست نامش ذکر شود، آنها با شکایت و دادخواهی و حل مشکل برخی ساکنان فوری و مناسب رسیدگی نمی کنند.